سوالی نامبتی ما از همون کتاب صنفی الگبر صنفی 8 است و در اینجا ما چیکار میکنیم؟ ifade داشته است. من باید قیمت‌های تغییر یابنده حرفایی که داشته است با اون قیمت‌های بیابم که کسر من ifade من معنا ندارد. این نمونه سوال چیکار میکنیم؟ برای معنا نداشتن و کسر کی کسر من معنا ندارد؟ وقتی که مخرج من به 9 برابر است. یعنی من یگان رقم رو به 9 تقسیم کردن نمیتونم، این معنا ندارد. و برای همین هم برای این سوال رو جواب دادم من باید به مخرج نگاه کنم و باید پرسم خودم رو جای کدام رقم رو اگر من مونم مخرج من به 9 برابر میشود. چقدر که وزنده میتونم این 4 است. یعنی اگر من فکر کردم که به جای 4 موندم چی میشود؟ ifade من چی حالت رو میگیرم؟ -2 تقسیم 9. و من میدونم که من یگان رقم رو به 9 تقسیم کردن نمیتونم. اگر من این رو اگر کنم ifade من معنا ندارد، یعنی کسر من معنا ندارد. و از اینجا یافتم اگر a برابر 4 باشد ifade من معنا ندارد. و قسم ب نگاه کنیم. در اینجا همین است. نگاه میکنم و خودم رو میپرسم جای x کدام من عدد رو مونم مخرج به 9 برابر میشد. یعنی شما این رو هم فکر کردن دارید، یعنی 5x جمع در کی به 9 برابر شد این مدل کار کنیم و این مدل اگر من کار کنیم x - 2 است. یعنی چی معنی؟ اگر من x - 2 رو به مخرج مونم ifade ما معنا ندارد. در اینجا ببینم این آسان است. مخرج یک حرف دارد. این اگر a برابر 9 باشد ifade ما معنا ندارد. در اینجا ببینم اگر y برابر 1 باشد یعنی شما مخرج رو به 9 برابر کنید و اینجا ببینم یا کنید 2x - 1 برابر 9 x برابر 1 تقسیم 2. یعنی جای x اگر من 1 تقسیم 2 ifade من معنا ندارد. برای چی ifade معنا ندارد؟ باید برای دیگر تکرار میکنم. برای که کسر در مخرج من 9 داشته نمیتونم. یعنی یک عدد رو به 9 تقسیم کردن معنا ندارد. برای همین ما عموم میکنیم و این ifade معنا ندارد. و آخر راننده برای در اینجا هم همین است. اگر عدد رو یک بار دیده نتونید شما باید مدل کار کنید. این مدل رو خودتون باید پرسید جای x کدام عدد رو مونم 9 برابر میشد و از اینجا x چه میشد؟ -11 تقسیم 2 یا -5 از 5. یعنی این نمودی سوال ها رو با همین نمودی رو کار میکنیم. یعنی مخرج رو به 9 برابر میکنیم برای فهمیدن ifade ما معنا دارد یا ندارد.